من روز کم جامعه شروع جامعه تای سامانیان اما روز 29 اپریل همینجا با آمدن ما پایین بودیم قرقیزا آمده همون دیوله گرد آنها سوزاندن میبل بود هم تلویزیون خالدین نک بود همه چیزو 40,000 سامان پول بود همش دوزان خیلی سوزان اینش الله میدونه ما همون حالت همونجا بودیم خیلی اینجا با آمدیم سنایپر قطعا های بالا پار بودن آمدن نتونستم اینجا همینجا اونجا اصیلی بیتکری ذکر بودم اینجا ما از پدرم رسیانده 2 سال باز همونو رسیانده ما اینجا همراه مادرم 4 فرزندم کردیم اینجا نظر شریف قوی ساکن همه محله سامونیان 35 سال بود اینجا زندگی میکنم چی که یافتم همینجا با صاف کردم همین موبایل من 35 سال خیلی من احوال شدگی همین من برادر قرارسا همه احوال به گرفتار کردم 5 سال پیش فرزند خردم پسرچه ما بخونه کردم اخیر تویانه خیلی جنگ شد مهمونه اومدگی گذاشتن نتونستم دایره ها که گذاشته برفتم من خیلی بسیار دارم 3 در این خونه بود خیلی کلینده تمام است باشه شد کورپ جاگه شد تمام باید همین جنده بود وای خونه در این من بود موبایل خونه چه خونه انا بخیر تمام چیز همه لوازمات زندگی من مثال گرم من انم سری تانکتی موندم فرزندم هم یک تا بریجه یک تا مایکه کتی موند کلیندم همه نیبیرچم هم همه همسرم هم همه خیلی محلبه برفتگی و چولکو برسان قرضو سوزوندا قرضو آبود کرتیم مبلغش اتیم